هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. از ابی سعید روایت رسیده است که میگوید روز به نزد صحابه ابی سعید خدری رضی الله عنه در آمدم. او را در نماز نشسته دیدم. پس نشستم و انتظار شدم که از نماز فارغ شود. در این لحظه به گوشم صدای چیرچیر رسید. دیدم که مار بر سقف خانه قرار دارد. از جای خود خستم، میخواستم ما را بکشم. در این وقت صاحب خانه از نماز بیرون آمده و ما را از این عمل اشاره نمود که باز ایستم. چون به کلی از نماز خارج گشت، به اشاره به من خانه را که از حولیش به چشم میرسید اشاره داده گفت: آیا آن خانه را میبینی؟ گفتم بله. ابی سعید خدری رضی الله عنه گفت: در آن خانه جوان با عروسش زندگی میکردند. آن وقت من با همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کندن خندق اطراف مدینه میرفتیم. آن جوان نیز همراه ما بود و هر روز چون آفتاب به قیام میرسید، آن جوان از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازت خواسته به نزد عروس خود می آمد. باره چون عادت هر روزش اجازت پرسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم به او گفت: سلاحت را با خود گیر، زیرا من از قبیله قریظه برای تو خوف میبرم. آن جوانمرد سلاحش را به بر کرده سوی خانه‌اش راه را پیش گرفت. چون نزد خانه‌اش آمد، عروسش را در حالتی از دروازه بیرون شدن یافت. از غضب آنکه چرا عروسم به اجازت من از در بیرون شدن است، نیزه خود را سوی او حواله دادن میخواست. عروسش گفت: نیزه خود را نگاه دار، اولا به خانه در آمده ببین که چه چیز مرا از در بیرون کرده است. جوان وارد خانه شد، دید که مار بر بالای جای خواب آنها حلقه زده خوابیده است. جوان از دیدن مار سر و صدای نکرد و با نیزه‌اش مار را زده کشت و به بیرون برآورده پرتافت. در این لحظه مار یا غیر او چیزی در صحن حولی با جوان به جنگ می افتد. حالت بین آنها رخ می دهد که بیننده نمی تواند که نتیجه گیرد که کدام از آنها زودتر یکدیگر را به مرگ روبرو کنند. ما این را دیده به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدیم و آنچه که مشاهده کرده بودیم به او نقل کردیم و گفتیم: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، دعا کن که جوان را الله تعالی به نزد ما باز آرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: اکنون برای برادر خود استغفار گوید. در دیگر حدیث که به همین مضمون روایت شده است، چون خبر را به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: رفته رفیق خود را دفن کنید. این حدیث را امام مالک، مسلم و ابو داود روایت کردند. بعد از آن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: بیشک در مدینه جن وجود دارد، آنها اسلام را پذیرفتند. چون از آنها مناقشه برای شما ظاهر شد، برای ترک موعظه به آنها 3 روز مهلت دهید. چون که 3 روز گذشت جن جای خود را ترک نکرد، پس وی را بکشید که وی شیطان است. این بود قصه‌ای که ابی سعید خدری برای مهمان خود نقل کرد. این حدیث منفعت‌های زیادی را در بر می‌گیرد. یکم، در وقت خواندن نماز نفل برای دفع ضرر ایما و اشاره کردن ممکن است. دوم، به خاطر تعلیم و تربیه نقل قصه و حکایه برای مهمان درست است. سیوم، برای کشته شدن ماری در خانه پیدا شده شتاب نباید کرد، بلکه 3 مراتب به آن مهلت داده باید شود، زیرا شاید جن باشد. چهارم، در حالت تهدید خطر و قصد به جان، زن حقوق دارد که به اجازت شوهر از در خانه بیرون آید. پنجم، نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته و برای زنده گردانیدن فوتیدگان دعا خواستن روا بوده است. ششم، برای گذشتگان گفتن استغفار لازم است. چون مار بعد آگاه نمودنش از نو در خانه پیدا شود، کشتنش رواست. در صحرا برای کشتن مار مهلت مانع نیست، همان لحظه کشته شود. باقی خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.